بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در نزد همه ما شما معلوم است و مشهور است که روزه یک از فرضها هست، یک از رکنهای اسلام هست که روزه با آیات قرآن ثابت شده است و حدیث های نبوی قطعی صحیح آشکار شده است که اون فرض هست. که رمضان در الله پاک در قرآن ذکر کرده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سوره بقره. یعنی که الله پاک میگه بر بالای شما چی فرض گردانده شده است روزه رمضان، چه خیلی که بر قوم‌های پیش همین خیر روزه فرض بود به اونها رم، اگر که غیر رمضان بود که اونها هم روزه بود. و دیگر غیر رمضان روزه های دیگر هم هست، روزه های نفلی چه خیلی که برگرفتن اونها ثواب میگیرن. با اینجا که از بعضی سوراهای روزه های بگیم که نظرش میگن اونها نفلی مثلا که نفلی میشود و نظر واجب میشود برای انسان. درباره اینها شاید که با صحبت شود ان شاء الله. معنای روزه یعنی که به عربی صومش میگن چی معنا دارد و از کدام وقت شروع میشود و در کدام وقت بود میشه وقتی مثلا باید افطار کنه انسان. روزه در لغت همون امساک رو میگن از یکم چیز، یعنی که قپیدن از یکم چیز، همین روزه میگن در لغت. اما در شریعت همون بازداشتن، انسان خودش رو داشتن از خوردن و نوشیدن و جماع کردن از دمیدن صبح تا شیشتن آفتاب، این روزه میگن. ما گذاشتیم که روزه فرض هست. آیا یکم نفرهای هست که آنها روزه نگیرن؟ همین خیلی نفرها هست که آنها در رخصت باشد از جانب شریعت، یعنی که الله آنها را رخصت داده باشد، آنها که روزه نگیرن یکم گناهگار نمیشوند. همین خیلی چیزها هست یا نه؟ در حقیقت این چیزها هست برای مسافر، یعنی که هم مسافر کی را میگن وقتی که از خانه‌اش که بیرون میشود، همون جایی که قصد دارد، مثلا مسافه 3 روز 3 شبانه راه باشد، یعنی که با امروز با کیلومتر حساب کردگی هستند. چه خیلی که فتوای دارالعلوم و دیگر فتواها که با معاصر حساب کردگی هستند، به حساب معاصر 78 کیلومتر میگن. اما در تاجیکستان بعضی ها 80 یا 80 کیلومتر زیاد میگن. خلاصه اگر از خونش که برآمد قصد سفر را دارد، وقتی قصد سفر را که میکند، همون نفرم در اون رخصت است که روزش رو مثلا که گرفتن یا که نگرفتن در رخصت میشه. دیگر اگر بخواهد نگیرد یا که بخواهد بگیرد اختیار دارد. یا اینکه کسلی اگر خوف کند که اگر که روزه بگیرد کسلی اون زیاد میشود، اون دم اجازت است که روزش بخورد، اجازت هست و میتواند که روزه بگیرد. و اگر خوف باشد که کسلش زیاد میشود روزه نگیرد باید اون. اما مسافر اگر روزه بگیرد خوب است. و ان تصوموا خیر لکم. الله پاک میگه مسافر باشید شما میتونید که روزاتون رو بخورید و نیک، اما روزه بگیرید اگر با خوبتر است برای اون. دیگر که هست وقتی که مسافر روزه نگرفت، یعنی که کسل انسان مریض روزه نگرفت، اون ساز شد، مسافر از مسافرتش مقیم شد، یعنی که مقیم رفت در جاش رسید و کسل ساز شد، اون نفرها در همون روزه هایی که در سفرشون خورده بدن یا که در کسلیشون خورده بدن، اونها در واجب میشه که قضا بدرن اونها، چون که هست اونها از همون رخصت چون علاکه بود چه رخصتی اونها، یعنی که یا که اونها بگیم که از کسلیشون صحت یافتند دیگه، اون رخصت دیگه از اونها برداشته شد، اون در بالا اونها فرض بود، اما با سببی که عذر داشتن اونها را خداوند پاک اجازه داد برای خوردنش. اما ما بعد که اونها از سفری بگیم به مقیمی رسیدن، یعنی کسلی به صحتی رسید، اون قضا داشتنشون واجب میشه برای اونها را. و دیگر این سوال بسیار می شود که غیر مسافر و غیر کسل دیگر نفرهای هستند که اونها روزه نگیرن، برای اونها شریعت رخصت دادگی هست. دیگر نفرها بله هستند اونها. این سوال بسیار میشه غالبا یکی زنه که حامله باشد یا که در کتاب ها مرضعش میگن. مرضعه اینه که این زنک هایی که شیر میدهد برای فرزندش رو. اگر همین حامله یا که شیر دهنده اگر خوف کند بر نفس خودش، یعنی که بگه که من اگر کی روزه بگیرم ضرر میرسونه به من کسلی میشم، یا که شیر دیگه داده نمیتونم گفته، یا که حامله بر نفس خودش، یا اینکه بر نفس فرزندهاشون، یعنی که بگه که من روزه که بگیرم او فرزندم شیر داده نمیتونم، شیر کودک مثلا که دیگه شاید که یکم
ضرر به او برسد، یا اینکه من روزه بگیرم حامله به یک کودکی در داخل من است، اون شاید اگم ضرر برسد، اگم هلاکت در مثلا که از اگم ضررهای گمان برده شود از اینها، یعنی که شیرتی و حامله دار میتوند که چیکند روزه نگیرن، اینها روزهشون رو میخرن، حالتی که همین رخصت از بالاشون رفت بعد دیگه چی میکنن؟ روزه میگیرن. اگر اینها روزهاشون خوردن، چی کسلی، چی مسافر، چی حامله، چی شیر دهنده، همه همینها روزهاشون خوردن، آنها روزهاشون قضا میدارن رفته. یکی از غیر اینها هم با هست است که روزه نگیرن، آنها درست هست است، بلکه آنها دا واجب است که روزه نگیرن. بعضی گروه های نفرهای هست است که آنها دا واجب هست که آنها باید روزه نگیرن، آنها دا حرام هست روزه گرفتن. کی ها هستن؟ برزنه که حیض میدگی، یعنی که نفاس میدگی، اینها دا درست نیست روزه گرفتن و نه نماز خوندن. حیض گفته همون زنهایی که هر ماه بیمار میشون خون میبینن، لیکن نفاس گفته همون زنهایی که اونها بعد تولد کردنشون 40 روز یعنی که کمتر خون میبینن. اونها که هستن روزه نمیگیرن، اونها جایز نیست روزه گرفتن. اما وقتی که پاک شدن از اما کسلیشون برآمدن، اونها روزه گرفتنشون، قضا داشتنشون با بالای اونها فرض میشود. یک گروه نفرهای هستند که آنها روزهشون اگر خورده باشن اونها دا قضا هم نیست، یعنی که اونها روزه نمیگیرن و با قضا هم ندارن. اونها همون شیخ فانی رو میگن، یعنی که برای شیخ فانی اجازت هست که روزه نگیرد و فدیه بدهد از همون روزه نگرفتگیش، یعنی که از هر یک روزش فدیه میدهد. شیخ فانی میگن اینا، یعنی که اون دیگر قدرتی ندارد که بعد روزه برآمدن هم اون روزه بگیرد، چون که از شیخ فانی به خاطر چی شیخ فانیش میگن؟ شیخ فانی همراه میگد که اون دیگه قدرت و قوت اون تمام شدگی است، فنا شدگی است، دیگه اون روزه نمیگیره دیگه. همون از هر یک روزش هر یک روز مثلا 30 روز رمضان که میخورد، هر یک روزش چی میکند؟ بگیم که فدیه میدهد. اون مثلا از هر یک روزش نصف ساع بگیم از گندم چی میکند؟ طعام میدهد، یعنی که نصف ساع گفته 2 کیلو رو میکن، یعنی که 1 ساع از خرمای که جو، یعنی که 1 ساعش 4 کیلو حساب میکنن، زیادش 4 کیلو حساب میکنن. اگر کودک به بلاغت رسید یا که مسلمان کافر بود، یک نفر مسلمان شد مثلا ایمان قبول کرد، در مابین روز هم باشد، اون باید باقی مانده روزهاشون رو باید نخرن. آنها برای حرمت روزه و به خاطر ماه شریف رمضان باید اونها چی میکنن؟ میستن تا اینکه وقتی افطار شد به قطار مسلمان ها، به قطار مردمی روزدار روزشون چی میکنن؟ بعد اونها افطار میکنن. یا اینکه اگه جای پنهانی ده، اگر کی گرسنه بد باشن، اون در جای پنهانی باید اگه نفر آنها را نبیند بتونه که اگه چی بخورن. یا اینکه یک انسان مسافر بود به سرزمین خودش اومد رسید، یا اینکه زنک حائض بود پاک شد، در مابین روز بود مثلا روزه را نیت نکرده بودن، چی میکنن که اینها؟ در تمام کتاب‌های فقه اگر نظر کنید میگه که اون باقی روزهایشان رو چی میکنن؟ نمیخرن و میستن برای حرمت احترام ماه رمضان. اگر در اینجا با بعضی نازکی‌های رمضان زیاد هست، از جمله نیت و در موضوع این چیزها انشاءالله که صحبت میکنیم. اما رمضان چی طور فهمیده میشه که ماه رمضان در آمدگی هست؟ ماه رمضان به ماه دیده میشود، یعنی که اون ماه که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میگه که صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته، مثلا روزه بگیرید به دیدن ماه و چی کنید؟ افطار کنید به دیدن ماه. یعنی که در ماه شعبان وقتی که 29 روزش باید ماه چی کنن؟ جستجو کنن. وقتی که ماه رمضان که شعبان که بوچیده باشد، رمضان در آمدگی است. وقتی که در آسمان یگام علت باشد و یگام ابر باشد، یگام چیز دیگه، علت های دیگه باشد، اگر اون حالت ده شعبان پر میکنن، 30 روز شعبان روزه نمیگیرن که شعبان روزه نیست است، که مثلا رمضان در آمدن ده از بگیم که از بعد شعبان 30 روز پر شدنش بعد رمضان شروع میکنن. والله اعلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.